828 آخرترین کسی از صحابه پیامبر علیه السلام که از دنیا برفت ابوالیسر بود و حدیث وی آنچنان بود که در غزوه خیبر شب گوسفندان یهود از صحرا می آمدند و به اندرون حصار می رفتند، یعنی قلعه. چون به نزدیک قلعه رسیده بودند، حسن یا قلعه رسیده بودند، سید یعنی محمد علیه السلام گفت کی باشد که برود و از این گوسفندان یهود یک دو، یعنی یک یا دوتا بیاورد تا ما امشب از آن به کار بریم. ببینید پیامبر گوسفند خوره، پیامبر دزدره. ابوالیسر برخاست و گفت یا رسول الله من بروم و برفت. پس سید علیه السلام او را دعا کرد و گفت خدایا اجازه بدید که صفحه بعدیش را بخونیم. عمر وی را دراز گردان. عمرش دراز کو. باب 26 در مغازی پیامبر آمده، صفحه 829 کتاب سیره ابن. همیشه بود که گوسفند دوزی کرده.